تو این ویدیو میخوایم از اشتباهاتی بگیم که منجر به یک اختراع یا یک اکتشاف شده. در دهه 1920 یک دانشمند اسکاتلندی به نام الکساندر فلیمینگ تو آزمایشگاهش مواد مختلف رو ترکیب میکرد و دنبال این بود که داروهای جدید تولید کنه، مخصوصا بیماری‌هایی که خیلی ساده آدما رو میکشه، مثلا آنفولانزا که در همون سال کلی آدم میکشت. اون هر روز موادهای مختلف رو با هم مخلوط میکرد و درصداشو کم و زیاد میکرد تا ببینه چی به دست میاره. چیز خاصی هم پیدا نمیکرد. اما اون یه آدم مصمم و با پشت کار بود و عقب نشینی نمیکرد. آزمایشگاه فلیمینگ شلوغ پلوغ بود و انقدر ظرف و ظروف مختلف داشت که توشون آزمایش میکرد و وقت نداشت که اینا رو مرتب یا تمیز کنه. برای همین بعضی وقتا این ظرفا یه گوشه میموند و کپک میزد. میرسیم به سال 1928. مثل همیشه فلیمینگ داره آزمایش میکنه و یه مایعی توی ظرفا ساخته، اما میبینه این مایع هم به درد نمیخوره. برای همین میبره بذاره تو قفسه بغل همون ظرفایی که اونجا ریخته. ولی تصادفاً دستش میلرزه و یه مقدار از اون مایع میریزه تو این ظرفایی که کپک زده. فلیمینگ هم اهمیت نمیده، میندازه اونجا و میره. بعد از چند وقت برمیگرده اونجا یه ظرف برداره. میبینه قیافه اون کپکی که مایع ریخته روش فرق کرده. برای همین ظرف کپک زده رو میبره زیر میکروسکوپ. میبینه دقیقاً اونجایی که مایع ریخته شده باکتری‌هاش عقب نشینی کردن و رفتن بیرون از مایع. گفت مثل اینکه این مایع یه کاری داره انجام میده. اون مایع رو برداشت و شروع کرد بیشتر روش آزمایش کردن. کپک هم که تو آزمایشگاهش فراوون بود. با این مایع آزمایش میکرد و میدید بله باکتری ها رو یا میکشه یا فراری میده. این مایع اولین آنتی بیوتیکی بود که ساخته شده بود. اونم قوی ترینشون در نوع خود، یعنی پنیسیلین. اگه کپک اونجا نبود و دست آقای فلیمینگ نمیلرزید و این مایع روی اون کپک ریخته نمیشد، حالاها آنتی بیوتیک نداشتیم. اشتباه و شلختگی فلیمینگ منجر به یک اختراع بزرگ شده بود. خب بریم اشتباه منجر به اختراع بعدی. در سال 1853 در شهر سرتوگالک نیویورک یک آشپز سیاه‌پوست کار میکرد به نام جورج اسپک. ایشون توی رستوران کار میکرد، اما یک مشتری داشت که همیشه در مورد غذای این غر میزد، مخصوصا سیب زمینیاش، و میگفت سیب زمینیات نپخته است. طرف هر روزم میومده اونجا غذا میخورده و در مورد سیب زمینیش غر میزده. تا اینکه یه روز جورج اسپک عصبانی میشه، برمیداره سیب زمینی‌ها رو نازک میبره و میندازه تو روغن داغ. به قدر عصبانی بوده که میگه بذار این خشک خوش بشه تا دیگه غر نزنه بگه نپخته است. سیب زمینی‌های خوش شده رو برمیداره و میذاره جلوی مشتری. میگه بفرما، حالا بازم بگو نپخته است. مشتری چند تایش رو برمیداره میذاره دهنش. میگه به به عجب چیزی درست کردی، چه خوشمزه است. جورج اسپک نمیدونست اولین چیپس سیب زمینی رو اختراع کرده. بعد از این واقعه این چیپس به قدری معروف میشه که نه تنها کل آمریکا رو در بر میگیره بلکه جهانی میشه. زمانی که این اختراع توسط جورج اسپک صورت میگیره دورانی بوده که توی خیلی از قسمت‌های آمریکا هنوز سیاهان برده بودن. اما ایالت نیویورک در این سال بردگی نداشته، ولی هیچ احترامی هم به سیاهان نمیذاشتن و به عنوان شهروند درجه 3 شناخته میشدن. برای همین اصلا تحویل نگرفتن که این اختراع رو کرده و اون حقش رو محترم بدونن. 60 سال میگذره، هیچ امتیازی به این نمیدن، در صورتی که چیپس تمام دنیا رو گرفته بوده. بعد از 60 سال، یعنی وقتی جورج اسپک 90 سال سن داره، از دنیا میره. تازه یک روزنامه درجه 2 نیویورکی به نام نیویورک تریبون مینویسه که بله، این چیپس رو این آقا اختراع کرده و حداقل بعد از مرگش یک بار اسمش برده میشه. البته امروز جورج اسپک رو مخترع چیپس میدونن در همه جای دنیا. اختراعی که حاصل یک عصبانیت بود. اون مشتری سمج هم نقش داشت، چون هر روز می اومده و میگفته سیب زمینیت خامه. خب اجازه بدین بریم کانادا. در سال 1958 یک مهندس برق در کانادا زندگی میکرد به نام جان هابس. شهر وینپگ که جان توی زندگی میکرد مثل کل کشور کانادا سردسیر بود.
جان میخواست با فکر مهندسیش وسیله‌ای بسازه که بتونه با فرکانس رادیویی بدن رو گرم کنه. ایده آقای جان یه ذره عجیبه. اون میخواست یه سیم مخصوص رو زیر پوست دست کار بذاره که با امواج رادیویی حرارت ایجاد کنه. هیچ موقع موفق نشد، اما تو این کارهایی که میکرد یه چیزی پیدا کرد. اون متوجه شد این سیم و امواج الکتریسیته میتونه ضربان قلب رو راه بندازه. اون پیس میکر یا ضربان ساز قلب رو اختراع کرده بود که یک اختراع خیلی مهمه. سال 600,000 تا از این دستگاه توی قلب مردم کار گذاشته میشه و اگه نبود 600,000 نفر از بین میرفتن. سر همین ایده مسخره آقای جان هابز یک اختراع بزرگ و مفید به وجود اومد. خب اجازه بدین بریم سر یه اشتباه دیگه. مایکروویو. در سال 1945 یک فیزیکدان آمریکایی به نام پرسیس اسپنسر در شرکت سلاحسازی ریتون کار میکرد. دانشمندان دیگه از جمله آقای پرسیس اسپنسر تو این شرکت دنبال این بودن تا امواجی رو کشف کنن تا بتونن رادار پرقدرت بسازن. اونا تو آزمایشگاهشون هر نوع امواجی رو آزمایش میکنن. یه روز پرسیس اسپنسر با یک امواج جدیدی که داشته آزمایش میکرده روبرو میشه. امواج مایکروویو. اون وقتی امواج مایکروویو رو آزمایش میکرد، دانشمند بغل دستیش که مشغول انجام یه آزمایش دیگه بود گفت چرا اینطوری میشه؟ یه شکلات تو جیبش داشت که کلاً آب شده بود، اونم توسط امواج مایکروویوی که پرسیس اسپنسر فرستاده بود براش. اونا گفتن چه جالب، مثل اینکه این موج حرارت ایجاد میکنه. رفتن یه مقدار ذرت خشک آوردن و گذاشتن جلوی این امواج. دیدن بعد از چند ثانیه ذرت‌ها شروع به پاپ کورن شدن کردن. گفتن چه جالب، این امواج حرارت ایجاد میکنه. با آزمایش‌های بیشتر متوجه شدن که امواج مایکروویو حرارت ایجاد نمیکنه، بلکه اون مولکولای آب درون مواده که بر اثر امواج مایکروویو به لرزش در میاد و باعث تولید حرارت میشه. شکلات بغل دستی آقای اسپنسر باعث شد که مایکروویو اختراع بشه. خب اشتباه بعدی چیه؟ در دهه 1950 مهندسی در شرکت کنون ژاپن کار میکرد به نام ایچیرو اندو. ایشون داشت یه روز لباساشو اتو میکرد، اما یه خودکار تو جیب یکی از پیراهناش جا مونده بود. اینم متوجه نشد و با اتو کشید رو جیبی که خودکار توشه. معلومه چی میشه؟ حرارت اتو خودکار رو ذوب میکنه و جوهراش هم میزنه بیرون، پیراهنو خراب میکنه. آقای ایچیرو وقتی این صحنه رو نگاه میکنه، به جای اینکه ناراحت بشه که پیرهنش از بین رفته، خوشحال میشه. چون بعد از اون میگه یه ایده جالب، چرا همین کار رو ما رو کاغذ برای چاپ کردن نکنیم؟ بله، این خودکاری که خودشو پنهون کرده بود تا آقای ایچیرو اتو رو بکشه روش، منجر به اختراع پرینترهای جت شده بود. پرینتر جت هم به زبون ساده اینجور کار میکنه که یه مقدار جوهر خشک میره جلوی صفحه داغ و برای 1 میلی ثانیه یه مقدارش گرم میشه و از سوراخ‌های میکروسکوپی میریزه رو کاغذ. البته پرینترهای لیزری این نوع پرینترها رو یه مقدار کنار زده چون خیلی سریع‌ترن، اما با این وجود این اختراع بود که لیزریش هم درست شد. خب بریم سراغ آخرین اشتباهی که منجر به یک اختراع مفید شد. در سال 1895 یک دانشمند آلمانی به نام ویلهلم رونتگن داشت تو آزمایشگاهش کار میکرد، اونم با امواج مختلف. این آقا در دسامبر سال 1895 با امواجی روبرو میشه که امروزه ما بهش میگیم ایکس ری یا همون پرتو ایکس. ویلهلم یه جورایی از این اشعه میترسیده و تو نوشتهش میگه که یه پرتو اسرارآمیزه. برای همین وقتی این پرتو رو تولید میکرده میترسیده اونجا وایسه و میرفته پشت دیوار. نمیتونیم بگیم اون از پرتو ترس داشته یا اینکه فکر میکرده یه دفعه منفجر میشه. در هر صورت میرفته پشت دیوار. وقتی اینو روشن میکرد یه نور آبی هم میزد که ویلهلم بیشتر وحشت میکرد، ولی بازم سماجت میکرد که بفهمه به چه دردی میخوره. بعد چند وقت متوجه شد که نمیکشتش، ولی بازم دور و برش نمیمون. بعد از چند وقت دیگه خسته شد و گفت بابا بذار ببینم بالاخره این به چه درد میخوره و دیگه این بار دستشو گذاشت روی اشعه و با کمال تعجب میبینه استخونای دستش رو داره نشون میده. همین عکسی که میبینید.
بدون اینکه خودش بدونه دستگاه ایکس ری رو اختراع کرده بود. دستگاهی که تا به حال تونسته میلیون ها نفر رو نجات بده. اگه متوجه شده باشین بیشتر این اختراعات به خاطر سماجت اون شخص به وجود اومدن. اونا زود عقب نشینی نمی کردن و انقدر تلاش می کردن تا بالاخره یه چیزی رو بفهمن. برای همین حافظ میگه صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمه، بر اثر صبر نوبت ظفر آید.